توی همین بودجه سال دیدیم که برای مدارس، برای حوزه های علمیه، برای مراکز علمی و دینی بودجه بسیار کلان و 10,000 میلیارد برایشون اختصاص داده شده است و ما خیرخواهانه میگیم و ناصح هستیم، غرض نداریم این بودجه ها را همه برای این مردمی که استقلال برای حوزه های علمی مهمه، علما استقلال برایشون حیاتیه، علما باید حکومت ها را اصلاح کنن، علما که امر به معروف کنن، نهی از منکر بکنن، جامعه را اصلاح کنن. و اگر علما بالاخره شهریه بگیر باشند و اگر حوزه های علمیه پول بگیرن و هزینهشون راضی کانال تامین بکنن، نمیتونن حرف بزنن و روی این است که این نقصانه و ما توصیه من دلسوزانانه برای حوزه ها، برای علما که به هر حال به وظیفه اصلیشون، به وظیفه ذاتیشون که اصلاح جامعه است، اصلاح دولت ها است، اصلاح حکومت ها در طول تاریخ علما این وظیفه را داشتن، وظیفهشون انجام بدن و ریال از حکومت و دولت دریافت نکنن. خیلی خواهرم من حرفا میزنم و کسی میخواد بپذیرد یا نپذیرد. 12 اردیبهشت روز معلم بود و این روز هم گرامی می‌داریم برای معلمین. این هم معنیانه که معلم نقشش حیاتیه، سازنده مهمه و معلمین به وظیفه خودشون که سنگینه برسن و فریاد معلم، فریاد کارگر، فریاد بازنشست، فریاد احاد ملت باید شنیده بشود و با مردم همدردی کنیم و مشکلات مردم را، همه طیف ها و اقشار را حل بکنید.